سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوایم در مورد یه مدیر پنهان تو زندگی شما صحبت کنیم. یه هورمونی که تقریباً همه تصمیم‌های روزانمون رو از لحظه‌ای که چشم باز میکنیم تا وقتی که به خواب میریم تحت تاثیر قرار میده. بله. موضوع بحث امروز ما کورتیزول هست. ولی نگران نباشید. قرار نیست یه بحث علمی و خشک و خسته کننده باشه. نه اصلاً این داستان هر روز بدن شماست. داستانی که وقتی تو ترافیک گیر کردید، وقتی ایمیل رئیستون رو میبینید، وقتی لپتاپتون درست وسط یه کار مهم هنگ میکنه. یا حتی وقتی بیخودی نگران آینده میشید. دقیقاً. هر بار یه فصل جدید از این داستان شروع میشه. و هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که بفهمیم این هورمون واقعاً چیه، چرا تو دنیای مدرن ما اینقدر سردرگم شده و خب از همه مهمتر چطور میتونیم منیجمنتش کنیم. عالیه. تمام نکاتی هم که میگیم بر اساس یادداشت‌ها و منابعی که در اختیار داریم و هدفمون اینه که کاربردی ترین اطلاعات رو برای شما استخراج کنیم. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. تصور کنید صبحه و زنگ ساعت داره جیغ میزنه. یه صحنه خیلی آشنا. آره. با بیمیلی دستتون رو دراز میکنید، دکمه اسنوز رو میزنید و فکر میکنید فقط 5 دقیقه دیگه. ولی جالبه بدونید یکی تو بدن شما کاملا بیداره و داره تلاش میکنه شما رو از تخت جدا کنه. اون یه نفر کسی نیست جز کورتیزول. دقیقاً. نکته جالب اینجاست که طبق این منابع سطح کورتیزول به طور طبیعی صبحها، یعنی حدود ساعت 8 تو بالاترین حد خودشه. آها. وظیفش هم دقیقاً همینه، انرژی و تمرکز لازم برای شروع روز رو به شما بده. مثل یه مدیر جدی و کاربلده که اول صبح میاد تو دفتر رو میگه خب بچه‌ها امروز کلی کار داریم، بلند شید. پس اگه من صبحها حس میکنم به سختی از خواب بیدار میشم و خیلی خواب آلودم، یعنی این مدیر من داره کمکاری میکنه؟ سوال خوبیه. در واقع برعکسه. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً مدیر شما شب قبل اونقدر اضافه کاری کرده که دیگه برای صبح توانی براش نمونده. یکی از نکات کلیدی تو این مطالب این بود که این به هم ریختگی فقط مال استرس شب قبل نیست، بلکه میتونه نتیجه هفته‌ها یا ماه‌ها سبک زندگی اشتباه باشه. عجب. مثل یه بدهی کورتیزول میمونه که هر روز داره بیشتر میشه و صبحها دیگه اعتباری برای شروع روز ندارید. حالا فرض کنید بالاخره از خونه زدید بیرون. هنوز 10 دقیقه نگذشته که با یه سناریوی کاملا آشنا رو بیرون میشید که هر روز اتفاق میافته. آره، تاکسیگیرتون نمیاد، شارژ گوشی فقط 8%، یه پیام از محل کار اومده که نوشته فوری جواب بده و تازه یادتون میاد که صبحونه هم نخوردید. اینجا دقیقاً لحظه‌ایه که کورتیزول روی دور تند میره و اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. از دیدگاه تکاملی بدن شما تفاوت بین استرس مدرن، مثلا یه ایمیل کاری، و یه خطر واقعی مثل فرار از یه ببر تیزدندون رو نمیفهمه. صبر کنید ببینم، یعنی شما میگید بدن ما واقعاً هیچ فرقی بین یه ایمیل استرسزا و یه خطر جانی قائل نمیشه؟ بعد از این همه سال تکامل سیستم هشدار ما هنوز اینقدر ساده‌لوحه؟ دقیقاً همینطور ساده‌لوحه، چون برنامه‌ریزی اصلی بدن ما برای بقا طراحی شده، نه برای راحتی. آها. سیستم عصبی شما با خودش میگه اگه اشتباه کنم و این خطر رو جدی نگیرم ممکنه بمیرم، ولی اگه جدی بگیرمش و خطر واقعی نباشه فوقش کمی انرژی از دست دادم. پس همیشه جانب احتیاط رو رعایت میکنه. دقیقاً. در نتیجه وقتی اون ایمیل فوری رو میبینید بدن شما بلافاصله وارد حالت آماده باش کامل میشه. و این حالت آماده باش چه شکلیه؟ یعنی چی میشه تو بدن؟ خب بدن تمام منابع رو به سمت بقا هدایت میکنه. ضربان قلب بالا میره تا خون بیشتری به عضلات برسه. برای فرار کردن؟ بله. قند خون و فشار خون افزایش پیدا میکنن تا انرژی سریع در دسترس قرار بگیره. سطح هوشیاری شما به شدت بالا میره. حواستون تیز میشه. در مقابل فعالیت سیستم هایی که تو اون لحظه ضروری نیستن مثل گوارش و سیستم ایمنی به شدت کم میشه. برای همین موقع استرس شدید ممکنه حالت تهوع بگیرید یا اشتراحتون رو از دست بدید. درسته؟ بله. پس تمام اینا برای اینه که بدن فکر میکنه شما دارید برای بقا میجنگید.
در حالی که شاید فقط نگران جواب دادن به یه پیام هستید. اینم خنده‌داره و هم کمی ترسناک. بله، و باید تأکید کنیم که این واکنش برای استرس لحظه‌ای کاملا طبیعی و حتی مفیده. مشکل از جای شروع میشه که این حالت جنگ یا گریز دیگه لحظه‌ای نیست و تبدیل به یه وضعیت دائمی تو زندگی روزمره شما میشه. خب با این همه خبر بعد آدم حس میکنه در مقابل کورتیزول بی‌دفاعه. واقعا همینه یا راهی برای کنترلش هست؟ قطعاً هست. چون محرک‌های استرس امروز تمومی ندارن. توی یادداشت‌ها به چند مورد اشاره شده بود. پشت ترافیک گیر میکنید کورتیزول فعال میشه. دیر به قرار میرسید، باز همون. با یه نفر بحث میکنید. بدهی مالی دارید، نگران آینده اید، به خودتون سخت میگیرید یا حتی شب تا دیر وقت درگیر چک کردن شبکه‌های اجتماعی هستید. همه اینها باعث ترشح کورتیزول میشن و وقتی این شرایط هر روز تکرار بشه، کورتیزول به این نتیجه میرسه که خب ظاهراً دنیا جای خیلی خطرناکی شده، پس بهتر من همیشه آماده باشم. و اینجاست که مفهوم کورتیزول مزمن به وجود میاد. بله، یعنی سطح این هورمون برای مدت‌های طولانی بالا باقی میمونه و بدن هیچ وقت فرصت استراحت و بازیابی پیدا نمیکنه. و اینجاست که خبرهای بد شروع میشن، درسته؟ یادداشت‌ها به یه لیست بلند از پیامدهای منفی اشاره کرده بودن که خیلیاشون را ما به عنوان خستگی زندگی مدرن میشناسیم. بله. وقتی بدن به طور مداوم تو حالت آماده باشه، منابعش تموم میشه. اولین نشونه‌ها خستگی دائمی و بیخوابی یا خواب سبکه. بعد از اون ممکنه متوجه اضافه وزن به خصوص دور شکم بشید، چون بدن در حالت استرس چربی رو برای روز مبادا ذخیره میکنه. اضطراب، زودرنجی و کاهش تمرکز هم که دیگه جزو علائم شایع هستن. دقیقاً. چون مغز اونقدر درگیر اسکن کردن محیط برای پیدا کردن خطر بعدیه که دیگه جایی برای تمرکز عمیق باقی نمیمونه. و در موارد شدیدتر حتی میتونه منجر به ریزش مو و ضعف سیستم ایمنی بشه. یعنی زود به زود مریض میشید. و اون حس تمام شدن انرژی روانی، حس میکنید دیگه توانی برای مقابله با چالش‌های کوچیک روزمره هم ندارید. انگار همیشه در حال دویدن هستید، حتی وقتی روی صندلی نشستید. خب همه اینا یعنی چی؟ یعنی کورتیزول دشمن ماست و باید از شرش خلاص شیم؟ این یه تصور اشتباهه. یکی از نکات جالبی که تو این منابع دیدم این بود که کورتیزول ذاتاً بد نیست، بلکه یکی از حیاتی ترین هورمون‌های بدنه. یعنی بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم. کاملا درسته. بدون کورتیزول ما حتی نمیتونستیم صبح از خواب بیدار بشیم. عجب. کورتیزول نقش‌های مثبت زیادی داره. وقتی انرژی شما کمه، به آزادسازی انرژی از ذخایر بدن کمک میکنه. وقتی نیاز به تمرکز دارید یا باید یه تصمیم سریع بگیرید، کورتیزول به شما کمک میکنه. پس مشکل از خود کورتیزول نیست. نه. مشکل از ما و دنیای ماست. انگار کلید استرس در دنیای مدرن روی حالت همیشه روشن گیر کرده. تشبیه خیلی خوبیه. مثل این میمونه که سیستم اعلام حریق ساختمون شما خیلی حساس باشه و با دود یه شنبه هم آژیر بکشه. مشکل از آژیر نیست، مشکل از حساسیت بیش از حدشه. دقیقاً. بدن انسان برای مقابله با استرس‌های کوتاه مدت و شدید طراحی شده، نه یه استرس ملایم و دائمی که از صبح تا شب ادامه داره. پس سوال اصلی این نیست که چطور کورتیزول رو از بین ببریم، بلکه اینه که چطور این دوست بیش فعال و نگران آروم کنیم و بهش یاد بدیم کی باید فعال باشه و کی باید استراحت کنه. و این ما رو میرسونه به مهمترین بخش این بحث، یعنی راهکارهای عملی برای رام کردن کورتیزول که خیلی هم ساده هستن. یادداشت‌ها روی چند راهکار ساده ولی فوق‌العاده مؤثر تاکید دارن. اول از همه خواب. بهش لقب پادشاه کاهش کورتیزول رو داده. بله، چون خواب عمیق قوی ترین پیامیه که شما میتونید به بدنتون بفرستید که همه چیز امن و امانه. وقتی شما شبها فقط 4 یا 5 ساعت میخوابید، بدنتون این رو به عنوان یه وضعیت خطرناک تلقی میکنه. فکر میکنه حتما تهدیدی وجود داشته که شما نتونستید بخوابید. و در نتیجه کورتیزول رو بالا میبره تا برای فردا آماده باشیم. دقیقاً.
در مقابل 7 تا 8 ساعت خواب با کیفیت به بدن اجازه بازسازی میده. مورد بعدی قهوه است. اینجا خبر خوب اینه که لازم نیست قطعش کنید که فکر کنم خیلی‌ها رو خوشحال میکنه. بله، ولی مدیریتش مهمه. یادم نوشته بود مصرف زیاد قهوه کورتیزول رو دیوانه میکنه. چرا؟ چون کافئین مستقیما غدد فوق کلیوی رو تحریک میکنه تا کورتیزول بیشتری ترشح کنن. توصیه این منابع اینه روزی نهایتاً 1 تا 2 فنجان و ترجیحاً قبل از ساعت 11 صبح. نوشیدن قهوه بعد از ظهر چی؟ میتونه ریتم طبیعی کورتیزول رو به هم بزنه و خواب شب رو مختل کنه. و سومین راهکار یه ابزار جادویی 30 ثانیه‌ایه. نفس عمیق. 3 بار نفس عمیق و آهسته. این به نظر خیلی ساده میاد. واقعا اینقدر موثره؟ به طرز شگفت‌انگیزی موثره. نفس عمیق و آرام سیستم عصبی پاراسمپاتیک شما رو فعال میکنه، یعنی همون بخش استراحت و گوارش. و این مستقیم به مغز سیگنال میده که خطر رفع شده و بدن شروع به کاهش تولید کورتیزول میکنه. این یه آرامش فوری و در دسترسه. چند راهکار دیگه هم بود که به نظرم خیلی کاربردی بودن. مثلا نور آفتاب صبحگاهی. بله، فقط 10 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور طبیعی صبح بدون عینک آفتابی ساعت بیولوژیک بدن یا همون ریتم شبانه روزی شما رو تنظیم میکنه که این کار کمک میکنه بدن بفهمه روز شروع شده و باید کورتیزول رو به طور طبیعی بالا ببره و در عوض شب اون رو پایین بیاره. و راهکار بعدی پیاده روی آرام بود. تأکید روی کلمه آرام برای من جالب بود. یعنی ورزش سنگین موقع استرس زیاد ممکنه اوضاع رو بدتر کنه؟ دقیقاً، ورزش سنگین و شدید خودش نوعی استرس فیزیکی برای بدنه و میتونه کورتیزول رو بیشتر هم بکنه. پس پیاده روی آروم. یه پیاده روی آروم در طبیعت به بدن پیام آرامش میده. حرکت نرم و ملایم برای اینه که بدن آروم بشه، نه اینکه به چالش کشیده بشه. و میرسیم به بخش خوشمزه ماجرا. غذاهای دوستدار کورتیزول. یادداشت‌ها به لیستی از غذاها اشاره می‌کنن که به بدن پیام امنیت میدن، مثل شکلات تلخ، موز، ماست یونانی، آووکادو، ماهی‌های چرب، مثل سالمون، گردو و چای سبز. و دلیل علمی هم دارن. مثلا شکلات تلخ منیزیم داره که به آرامش سیستم عصبی کمک میکنه. ماهیای چرب هم امگا 3 دارن که التهاب ناشی از استرس رو در بدن کم میکنه. چای سبز هم یه ترکیبی به نام التیانین داره که اثر آرام بخش داره. و شاید یکی از مهمترین نکات مدیریت افکار شبانه است. بزرگترین قاتل خواب فکر کردنه. دقیقاً، فکر کردن به آینده، گذشته، مشکلات حل نشده، کورتیزول رو تا نیمه شب روشن نگه می‌داره. راهکار عملیش چی بود؟ یه راهکار خیلی ساده و عملی که تو این منابع بهش اشاره شده اینه که قبل از خواب یه دفترچه کنار دستتون بذارید و هر چیزی که تو ذهنتون هست رو روی کاغذ بیارید. مثل تخلیه کردن مغز. دقیقاً، انگار نگرانیاتون رو از مغزتون به کاغذ منتقل می‌کنین. به طرز شگفت‌انگیزی به خاموش شدن مغز و آماده شدن برای خواب کمک میکنه. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا فقط عوامل فیزیکی روی کورتیزول تأثیر دارن؟ نه ظاهراً. یادداشت‌ها به یه نکته بسیار جالب اشاره میکنن که شاید کمتر بهش توجه کرده باشیم. آدم‌ها هم سطح کورتیزول شما رو تغییر میدن. این بخش از یادداشت‌ها برای من خیلی تکان دهنده بود. یعنی استرس میتونه مسری باشه؟ انگار که هست. همیشه فکر می‌کردم استرس یه چیز کاملاً درونیه، ولی اینکه معاشرت با یه آدم خاص بتونه از نظر بیولوژیکی ما رو در حالت جنگی قرار بده واقعاً عجیبه. کاملاً. وقتی شما با یه فرد منفی، پرتوقع یا قرقرو در ارتباط هستید، بدن شما ناخودآگاه اون تنش رو دریافت میکنه و برای محافظت از شما وارد حالت جنگی میشه و کورتیزول افزایش پیدا میکنه. بله، و برعکس یه فرد مهربان، شوخ‌طبع و آروم میتونه فوراً کورتیزول رو پایین بیاره. حضور در کنار چنین فردی به سیستم عصبی شما پیام امنیت میده. این رو حتما خودتون هم تجربه کردید. گاهی تنها چیزی که برای آروم شدن نیاز دارید یه گفتگوی کوتاه با یه آدم امن هست. درسته. این ما رو به یه اعتراف مهم توی یادداشت‌ها میرسونه که به نظرم شاهبیت کل این بحث بود. بله، این بخشش خیلی عمیق بود.
نوشته بود 99% استرس های ما واقعی نیستند بلکه تصوری هستند. یعنی ساخته ذهن ما هستند. دقیقاً. و نکته کلیدی این بود: برای بدن شما هیچ فرقی بین فکر کردن به یه مشکل و روبرو شدن با یه خطر واقعی وجود نداره. در هر دو حالت کورتیزول ترشح میشه. از وقتی شما بارها و بارها یه سناریوی منفی رو تو ذهنتون مرور میکنید، بدنتون هم بارها و بارها اون استرس رو به صورت فیزیکی تجربه میکنه. و تا زمانی که ذهن خودتون رو مدیریت نکنید، کورتیزول همیشه روشن باقی میمونه. خب حالا که همه اینها رو گفتیم، بیاد یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم. پیام اصلی اینه: کورتیزول دشمن شما نیست. نه اصلاً. اون مثل یه آژیر خطر باستانی و وفادار عمل میکنه که وظیفش از ابتدای خلقت این بوده که شما رو زنده نگه داره. اون نمیخواد شما رو اذیت کنه. فقط کارش رو خیلی جدی میگیره. آره. مشکل اصلی دنیای مدرن ماست که پر از چیزهایی شده که تهدید به نظر میرسن ولی در واقع تهدید نیستند. مثل نوتیفیکیشن اینستاگرام. دقیقاً. بدن ما هنوز تکامل پیدا نکرده که بفهمه نوتیفیکیشن اینستاگرام، دیر رسیدن به یه قرار یا یه پیام جواب داده نشده خطر مرگبار نیستن. پس این وظیفه ماست. ما باید آگاهانه به بدن خودمون آموزش بدیم و از طریق کارهایی که گفتیم، خواب، نفس، نور، حرکت، غذا و مدیریت افکار، این پیام رو بفرستیم که آروم باش، ما در امان هستیم، خطر واقعی نیست. و وقتی بدن این پیام رو به طور مداوم دریافت کنه و احساس امنیت کنه، کورتیزول هم آروم میگیره و به نقش اصلی خودش برمیگرده. اون وقتی که شما به تدریج به حالت طبیعی یه انسان سالم برمیگردید. انرژی ثابت در طول روز، تمرکز بیشتر، خواب بهتر و اعصاب آرامتر. این منابع با یه جمله کلیدی تمام میشن که فکر میکنم بهترین خلاصه برای کل این بحث باشه: بدنت به تو گوش میده، پس تو هم به بدنت گوش بده. کاملا. این یادداشت‌ها به ما گفتن که باید به بدنمون پیام امنیت بدیم. حالا از خودتون بپرسید، اولین و کوچکترین کاری که همین امروز میتونید انجام بدید تا این پیام امنیت رو به بدنتون بفرستید چیه؟ یه کاری فراتر از نکات فیزیکیه که گفتیم. بله، یه کاری که به آرامش ذهن شما مربوط بشه. شاید این کار بخشیدن خودتون برای یه اشتباه کوچیک باشه، یا شاید نگفتن به یه درخواست غیر منطقی. اولین قدم شما برای آموزش دادن آرامش به بدنتان چیست؟